مدیر قسم یکمی مشق‌های روانی را گپ زدیم. مشق‌های روانی توزه تاجیکی هم مانند که انسان بدنش مشق می‌تیه و قوت می‌شود که احساسش به دست می‌گیره و عقلش سمت می‌تیه و کسب علم می‌آموزه و بغیر از این هستن مشق‌های روانی. ما قسم یکمش را گپ زدیم. مشق‌های روانی ما در 5 جا شده. مثلا شما می‌تونید در پنجه ده یکمش 5 تا که عبارت است خوند و دیمش یعنی دیم زینش این از 4 انگشت عبارت است. البته بدن ما از قریب 90%ش حتی بعضی ها میگن که 93% زیادش از آب عبارت است. بدن ما اگر 100 کیلو کسی باشه یمکن 93 کیلوش آب است. درون باطن ما همون محیطش آبی است. اگر این محیط ما اتمسفری باشه که احاطه کرده است مال هوا، محیط بدن ما آبی است و با کدام شکل آب است؟ یکیش به شکل خون است، یعنی گردش خون. مثلا آب اگر کم شود خون قوس می شود. خلاص خون قوس که شد گردشش در همون کپیلرهای معده خون مثلا مشکل می شود. برای این بسیارتر بعضی آدم‌ها میگن در حالت قوسی خون اگر قوسی خون بسیار باشه انسان میتواند آب بسیارتر بنوشد که همون بدنش از آب تامین باشد. اما برای اینکه وقتی که ما آرام شدیم هوش در بین معده سر گرفتیم و دقت در پشت دل موندیم، شما بدانید که بدن ما و شما باید از گردش خون تامین باشد. برای همین آدم بدنش نرم میکند. نرمی بدن سبب میشد که موشک‌هایی که رگ‌ها فشار میارن این موشک‌ها شده میشن، رگ‌ها وسیع میشن و خون گردش میخورد. تمام پرابلم‌های بدن ما، دردایی که در بدن ما هست این ویرانی گردش خون است. مانند کودک گریه میکند وقتی گرسنه میشد، مادرش رو سیر میکند، کودک خاموش میشود. اما همین طرح در جای بدن ما که گردش خون نادرست شد اونجا درد پیدا میشه. درد این گویا که یک دادزنی هست که ارگانیسم به ما خبر میدهد که من از نارسایی هوا، نارسایی غذا یا اینکه تازه کنی باقی مانده های غذا نیاز دارم. اما همین وقت درد پیدا میشه. گردش خون درست که شد برای همین درد بسیارش برهم میخوره. وقتی که شما نشستید بدن خود پای در هم نرم کنید. نرمی یعنی که میشه که از دستی راست سر میکنید، دست چپ با دست میتونید بر پنجه ها سر کنید. قسمت شما آمده تمام کتفاتون رو نرم کنید. دست چپ پای راست و پای چپ میان اساسا با بسیارتر نرم کنید. شکم میدونید که عضوهای لازمی انسان در شکمش هستند. نرمی قفس سینه، نرمی روی، نرمی زبان، نرمی چشمان، نرمی معده سر تا عضوهای داخلی که در بدن ما شما هست. یعنی که چه حس میکنید؟ شما تصور کنید که یک چیزی که در هم کشیده است، در هم زده است، محکم است، شما اون را میکشید، نرم میکنید. اگر شما با درستش تصور کنید که یک گویم که پاره بنده هست که شما باید میکشید آهسته و میبینید که بند مانند یک رشته های پشمینه که مثلا اگر نوع یک جایه کنی بند میشن، چون شده میشن از رشته های بارد. شما بدن خود نرم کنید. نرمی بدن سبب درست شدن گردش خون است. برای همین در مشقی که نوبتی ما هست بدن خود رو، گردش آب بدن خود رو درست کنید. گردش آب. تصور کنید که همین آب بدن شما تا نوگی دیواری نوگی انگشتان دست و انگشتان پای میره. مثلا چشم که نرم کردید سبب برهم خوردن فشار درون چشم میشه. روی اگر آدم تستیز اگر در روز چند بار اگر مشقای همین گیمناستیک روی کنه موجنگ‌های روی کمتر میشوند. یعنی در خارج اینه برای پیشگیری مثلا موجنگ‌های روی پیشروی مثلا مشقای همین که نرم کنی مشکل رو استفاده می‌کنن.
البته چیزی دیگری که از وقتی بدن نرم شد ما شما وزن بدن را حس میکنیم. خود در حالت مخربی آدم وزن خود را حس نمیکنن. و وقتی که آدم وزن خود را حس کرد اتوماتیکی قوه جاذبه زمین را حس میکنه. همین زمین همه وقت انسان و چیزی در روی زمین است تا حتی ماهی که 300,000 کیلومتر با خود میکشد قوه جاذبه دارد. وقتی که وزن حس کردیم ما قوه جاذبه زمین حس میکنیم. فراموش نسازیم که قوه جاذبه زمین در یک موج معین است. مثلا مانند موج ها رو میدونید کوتاه هست و میانه هست و دراز هست و چسبتای هر موج مثلا گوناگون است. موج جاذبه زمین هم گراویتاسیون سیده یک چسبتای خودش دارد. برای وقتی که آدم بلند شد حس کرد وزنش اتوماتیکی پیوست میشه و رابطه انرژتیکی بین زمین و آدم پیدا میشه. و البته ما فراموش نسازیم که محیطی که سیستم آفتابی است 8 تا اگر سیاره داشته باشد همه اینا رو به قوه خودش میقبد. از اون جمله زمین ما رو هم میقبد، نمیماند که از مدارش بیرون رود. برای این درست فهمیدن شما یک نمود سپورت دیدگی ما یک قهرمان جهانی داریم دلشاد پرتافتن گیر. این خیلی تاب میخورد و این میپرتد. تصور کنید که آفتاب و مخ سیاره زمین قفلگی و البته در ما اثر دارد. پلوسه هست مینوسه، قوه جاذبه زمین مینوسه، قوه آفتاب پلوسه. گرمی و سردی دو تا نیرویی که تمام دنیا را مثلا احاطه کردن. برای همین نیروی آفتاب از بدن انسان میگذرد و دو نمود نیروش هست. یکی هست فوتونی روشنی، یکی هست پوستمون برمیگردد و هست دیگری که انرژتیکی نیرویی که از بدن میگذرد. مثلا شما بسیار وقتی دید اگر طوفان مگنیتی در آفتاب شود هم وقت سلامتی آدمو همطور ویران میشود. میگن مگنیتی بوده سلامتی ویران شد. یعنی که هم داد و گرفت مگنیتی بین آدم و همین آفتاب و زمین بوده است. و چیز دیگر البته فراموش نسازیم که این نفس است. هوا اتمسفر در بدن ما سبکی میبرد. اگر شما با پیچکه نگاه کرده باشید که هیزم هم پورا نمیسوزد، یک کنده های نیمسوز پیدا میشد. ارگانیسم ما را اگر نرسد هوا ملاش کسلته پیدا میشد. آموز شیری پیدا میشد که موشک ها رو دردمند میکنه. اگر شما داشته باشید کسی کار نکرده باشد رفته اگر یکون کاری وزنین جسمانی کند بعد یو چند وقت دست و پایش درد میکنه و این سبب چیست؟ یعنی نورسایی همه حالت کسارت است، هوا است، اکسیژن است. برای همین نفس درست بگیریم. نفس میگیریم و نفس میبریم و با 4 ثانیه دیگه نفس میکشیم. بسیاری آدمانی که بیمار هستند همین نفسگیری را نادرست میکنند. نفسگیری سرسری دارند. برای همین نفس دائم کوشش کنید چکور کنید. بسیار آدما رو دیدیم که وقتی قدشون صحبت میکنید نفس چکور میگیرن اگر یکم غم و یکم مشکلات داشته باشند. یعنی که به آنها نارسایی هوا است. بسیاری بیماری ها برهم میخورند اگر انسان نفس درست نکنه. شما آنها مشق روانی را آیل و نفس به خاطر این اپراسیون میوه هستن گیمناستیک کنید میبینید در سردرد و بسیار مشکلات و وزن و بسیار چیزایی هست گم شدن ممکنه. و یکی از چیزهایی که مردم مثلا پیش دم میانداختن این همان بود که با واسطه نیروی نفس میتوانستن برنامه‌ریزی کنند و او رو به روح انسان روانه سازند یا به عضو کسب. برای همین نفس کشی درست سبب اون میشه که معتدل، یعنی نفس کشی معتدل کشید بدن ما سبک میشه. بعضی آدم‌ها رو ببینید بسیار وزنینن، بعضی آدم‌ها چی بسیار سبکن. وزنی انسان از صبح آب میشه، سبکی و از صبح هوا. برای همین 4 چیزی که ما گفتیم درست اجراشون کنید. گردش آب بدن رو درست کنید و جاذبه زمین حس کنید. نیروی آفتاب از بدن گذارید و با نفس معتدل بدنتون رو سبک ساختن. این قسم دومی مشق روانی تاریکی پنجه ما شماست. سلام باشید.